امروز میخوایم در مورد یه مفهوم جالب که در روانشناسی و تصمیم گیری های روزمره ما و در مباحث مختلف اقتصادی و شخصی نقش داره صحبت کنیم که بهش میگن اثر گلدیلاکس افکت. اسمش شاید براتون آشنا باشه چون از داستان معروف دختره که با موهای طلایی یا همون گلدیلاکس گرفته شده. اول داستان چی بوده؟ در داستان گلدیلاکس وارد یه خونه میشه که سه خرس توش هستن و سه کاسه سوپ، سه صندلی و سه تخت پیدا میکنه. اول سوپ ها رو امتحان میکنه، یکی خیلی داغه، یکی خیلی سرد و یکی درست و مناسب. بعد صندلی ها یکی خیلی سفت، یکی نه خیلی نرم و یکی با نرمی مناسب. و در نهایت تخت ها یکیشون خیلی سخته، یکیشون خیلی نرمه و یکی نرمی مناسب داره. اون چیزی که همه این چیزها رو به هم پیوند میده این ایده است که ما معمولا چیزهای وسط و متعادل رو ترجیح میدیم. حالا چرا این داستان به علم اقتصاد و روانشناسی ربط پیدا میکنه؟ اثر گادیلاکس به ما میگه که انسانها و حتی بازارها وقتی با گزینه‌های زیادی روبرو میشن اغلب دنبال چیزی هستن که نه بیش از حد نه کمتر از حد معمول، بلکه درست در نقطه مناسب باشه. این نقطه همون نقطه تعادل یا حالت ایدئال هست. مثلا در زندگی روزمره وقتی دما رو تنظیم میکنیم معمولا نه خیلی گرم دوست داریم نه خیلی سرد. وقتی غذا انتخاب میکنیم معمولا نه خیلی شور نه خیلی بی‌نمک. وقتی کار میکنیم معمولا نه کار خیلی سخت و پر استرس رو انتخاب میکنیم نه خیلی کسل کننده و بیفایده. در روانشناسی اثر گالدیلاکس میتونه توضیح بده چرا ما از چیزهای متوسط و متعادل بیشتر لذت میبریم. مغز ما به شدت به تعادل حساسه و وقتی شرایط خیلی افراطی باشه یا خیلی کم یا خیلی زیاد احساس ناخوشایندی میکنه. اما وقتی شرایط دقیقاً در نقطه میانه و مناسب باشه مغز ما اون رو به عنوان خوب تشخیص میده و حس رضایت ایجاد میکنه. در اقتصاد هم اثر گالدیلاکس کاربرد داره. فرض کنید قیمت یک محصول خیلی بالا باشه، مردم نمیخرن. خیلی پایین باشه، مردم فکر میکنن کیفیتش پایینه. اما وقتی قیمت و کیفیت دقیقا در نقطه‌ای باشه که ارزش واقعی رو نشون بده، فروش و رضایت مشتری بیشی نمیشه. این حالت گلدیلاکس هست، نه خیلی زیاد نه خیلی کم، بلکه درست در حد وسط. حتی در علم ستاره شناسی مفهوم گلدیلاکس استفاده میشه. سیاره‌ای که خیلی نزدیک به خورشید باشه خیلی داغ میشه و اگه خیلی دور باشه خیلی سرد است. در فاصله ای باشه که که مایع حیات است و شرایط مناسب برای زندگی وجود داشته باشه میتونه میزبان حیات باشه. به این منطقه گلدیلاکس میگن که از یک داستان کودکانه نشأت گرفته و یک اصل علمی در کیهان است. اثر گلدیلاکس ما رو یاد یه نکته خیلی مهم میندازه. زندگی همیشه درباره تعادل و وسط بودن است. نه همیشه به دنبال افراط و تفرید باشیم، نه همیشه دنبال کمینه ها و حداقل ها. گاهی اوقات ساده‌ترین و متعادل‌ترین انتخاب ها بهترین نتایج رو برای ما به همراه دارن. اثر گلدیلاکس به ما یادآوری میکنه که در تصمیم گیری ها، در انتخاب ها و حتی در تنظیم اهداف دنبال نقطه‌ای باشیم که مناسب و متعادل باشه. وقتی افراد و تفرید رو کنار بگذاریم هم رضایت شخصی و هم عملکرد ما بهبود پیدا میکنه. پس دفعه بعد که بین دو گزینه یا سه گزینه گیر کردید یاد گلدیلاکس باشید، نه خیلی زیاد نه خیلی کم، بلکه درست در نقطه میانه. این جادوی تعادل و اثر گلدیلاکس است.